سیر رو بمال روی زانوت تا درد مفاصلت برات برطرف بشه و تا آخر عمر سر نمازت منو دعا کنی. سیر رو بردارید به تکه‌های کوچک ببرید. با پوست هم باشه مشکل نداره. حالا یک پیاز متوسط بردارید. با پوست اون رو به حلقه‌های نازک برش بدید. پیاز به خاطر کروستین بالایی که داره به شدت روی دردهای مفصلی تأثیر داره. حالا یک شیشه بردارید و سیرها و پیازها رو داخل شیشه بریزید. شیشه رو که جایی پر کنید که همه مواد رو استفاده کنید، اما کمی فضای بالا رو خالی بذارید. حالا یک قاشق چایخوری زردچوبه پودر شده اضافه کنید. زردچوبه خواص آرامبخش و بازسازی کننده ای داره. به آرامی روغن زیتون رو روی همه مواد بریزید تا به لبه شیشه برسه. از یک قاشق برای فشردن مواد استفاده کنید و اجازه بدین که روغن‌های طبیعی و عصاره‌ها وارد روغن زیتون بشن. یک قابلمه بزرگ بردارید و یک پارچه کوچک ته اون بذارید. قابلمه رو پر از آب کنید به طوری که شیشه رو بتونه قوطه‌ور کنه. اجازه بدید که به مدت 30 دقیقه به آرامی بذارید روی گاز. وقتی شیشه گرم میشه، روغن داخل اون شروع به جذب حواس تمام موادی میکنه که اضافه کرد. بعد از اینکه سرد شد، نخلوک رو با استفاده از پارچه سفید یا یک صافی ریز صاف کنید. مقداری از این روغن طلایی رو روی هر ناحیه‌ای که احساس گرفتگی، کشیدگی یا درد عمومی دارید ماساژ بدید و دردتون رو در لحظه آروم میکنه. یادت نره پست رو سیف کنی که بعداً انجامش بدی و بفرست برای اون عزیزانی که میدونی درگیر درد مفاصل هستن و دعای خیر توی کامنت ها هم فراموش نشه.